بهای پترول لبازار جهانی گهشت بلندترین آست پشتی امریکا جزا لسر ایران قایم کرین. یک برمیل پترول گهشت 74 دلار و 57 سنتان و اوه بلندترین بهای لدم شش مهم بوری. اف گهرین چه بو پشتی وزیر دربه امریکا مایک پمپیو گوتی پشتی گرا دوی یا جزایان مدمک دا هندک ولاتان پترول ایران بکرن لجنها پیدا اف درفتا نما. ایرو اسرات گهینم ایدی امرینادم پترولا ایرانه بیتا کرین. هنارتنا پترولا ایرانه دیبه با صفر. گرا دوی یا جزایان دجی ایران برهم پترول کره آرماج. امریکا لمها 11 سالا بوری ریدا 8 ولاتان پترول ایران بکرن. لی افراگهاندنه او درفته جدست ایران درکر اوانها روی خودگته برو پاکستانه. سروک ایران حسن روحانی پیشوازی لسروک پاکستان عمران خان لتهران کرد. روحانی گفت ایران آماده برهم خوبت پاکستانه. ایران آماده است. کمارا اسلامی آماده پیدوین پاکستان با برهم پترول و گازی برهف بکرد. هر وساز جالی ایران و هر کاری که پیدوی در بار بورین پترول حتی تخب پاکستان هاتی نکرن. ژاپن و چین کو جوان 8 ولاتان اوین مافین کرینا پترول ایرانی هی بریار امریکا رد کرن و گوتن بازار پترول جهانی و بیت تک دان. ترکیه حوالبند امریکا و اندامانات و راگهاند او جزاین امریکا بسر ایران رد کن کو خدمت آشتی و حرمه ناکد. Yani siyasi bakımdan doğru değil. لعالی سیاسی و اخلاقی ندرسته و دیجی قانون بازرگانیان جهانیه. اف بریاره اولهیا حریم تک داد امریکا به رول دشمن دگل ایران راده بیت و اسرائیل قازنز دکد. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پیشوازی لهلویست امریکا کر و به بریاره کا گرنگ ناساند. بریارا سروک ترامپ و حکومت امریکا بتوندکرین جزای اندجی ایرانه بریارا کا گرنگه و اوه ریا درسته بو سردریت گل دجمن کارین ایرانه. امریکا پشگرمه کو برهمه وی نافخو و عربستان و سعودی وی که ماسیا بازار جهان لشینا ایرانه او نزدیکی 2 میلیون برمیل پترول برهم دینت پر بکد. لی آبوریناز باوردکن که رنگ عربستان و سعودی بودمه کی درش نکارد بوی ارکی رابط. و رنگ امریکا ناچار ببت داخواز جهافرکا خویا سرک روسیا بکد آفراندنا پترول خو زیده تر بکد و اول دما ایران گفن داخستنا در تنگا هرمز دکد اگر بریار امریکا لدوی مها آیاره بکفته کاری. خالد فتاح دنگ امریکا.